جنگ با خدا. لذا هشدار میدم به جریان لیبرال درون حکومت، جریان لیبرال درون دولت. میرن پشت کنن به قرآن، پشت کنن به فقه جعفری شیعه و لیبرالیسم رو پیاده میکنن. که اصلا ما مناقشمون نه بر سر لیبرالیسم، نه بر سر اقتصاد و نه بر سر اسلامه. این آقایون یه سری چیزها رو ناقص، حالا اومدن علوم سیاسی خوندن، اینا قوم هم یه چیزایی خوندن، یه چیزایی رو ناقص اومدن خوندن، یه چیزای ناقص به گوششون خورده و در همین حد هم متوقف شدن وایسادن. سرمایه‌داری منحط نمیدونم غربی باید با غیریت سازی هویت خودشون رو تعریف بکنن. ایشون میگه که من ایدئولوژی اسلامی. میگه خب ایدئولوژی اسلامی شما چیه؟ قبل از اینکه با ما بگه ایدئولوژی اسلامی من چیه، میگه مرگ بر لیبرالیسم، مرگ بر سرمایه‌داری. با غیریت سازی هستش که خودش رو تعریف میکنه، به خودش هویت میبخشه. نکته دوم، ایشون وقتی میخواد از اقتصاد اسلامی صحبت بکنه یک سری لغات و صفات و کلیگویی‌های قشنگ میگه. تعاونی، مساوات، برابری، همه فرصت داشته باشیم. بعد که بهش میگیم خب اینا که خیلی خوبه، مسیحیت هم اینا رو میگه، یهودیت هم اینا رو میگه، از طریق استثمار نباید ثروتمند شد، خوب است بد بد است. آدم اسمیت هم اینا رو میگه، همینا رو میگن. کی میگه که برابری چیز بدیه، کی میگه که دزدی چیز خوبیه. بارها و بارها تو رادیو تلویزیون میشنویم که مثلا فلانی در آلمان، اون یکی در فرانسه، اون یکی در ژاپن، در مقایسه با کارهای ما یه خط و خطای خیلی کوچیکی کرده ولی خب اومدن یقه‌شو گرفتن. بعد میگیم که نصیحت و پند و موعظه که مدل اقتصادی درست نمیکنه. آقای دکتر عزیز، مدل اقتصادی شما چی هستش؟ اونایی که شما داری میگه آفات هستش که خیلی از انسان‌ها به حق خودشون قائل نیستن، چه تو آمریکا، چه تو نروژ، چه تو ایران، چه تو بغداد، یه جورایی سعی میکنن به یک اشکال غیر اخلاقی ثروتمند بشن. مدل شما چیه؟ الگوی شما چیه؟ آدم اسمیت الگوش مشخصه، میگه آقا بازار آزاد، کمترین دخالت دولت. سوسیالیسم مدلش مشخصه، میگه اصلا افراد نباید صاحب چیزایی که ثروت تولید میکنه. یعنی در کره شمالی، در اتحاد شوروی شما تاکسی هم نمیتونی داشته باشی چون تاکسی تولید ثروت میکنه، تاکسی هم مال دولته. من به ایشون میگم مدل شما چیه؟ جواب که ندادی که مدلت چیه. ایشون بجز کلیگویی و بجز یه سری کلمات قشنگ چیزی دیگه به ما نمیگه. 34 سال این مدل شما نباید خودشو نشون بده. برادر من شما 35 سال فرصت تاریخی داشتید. شما چیکار کردید؟ میگه این زیبا کلام نمیذاره، این لیبرالا نمیذارن، این پوکولیا نمیذارن، این کراواتیا نمیذارن. بعد من نگاه میکنم به ایشون میگم که برادر من شما مجلس دستت بوده تو این 34 سال، قوه مجریه دستت بوده، قوه قضاییه دستت بوده، سپاه دستت بوده، اطلاعات دستت، جهاد دستت بوده، بسیج دستت، شما همه چی دستت بوده. لیبرالیسم، این لیبرالا نمیذارن. لیبرال ها نه در زمان رضا شاه قدرت داشتن، نه در زمان محمد رضا شاه قدرت داشتن، نه در زمان جمهوری اسلامی. مرحوم مهندس مهدی بازرگان خدا رحمتش کنه، نور به قبرش بباره، وطن پرست، شریف، پاک. ایشون زمان شاه زندان، زمان جمهوری اسلامی مطرود، خائن، دزد، هیز، نوکر آمریکا. زمان رضا شاه که هیچی دیگه، واویلا. ما الگوی اقتصاد اسلامی نمیبینیم. مستقل از این که صادق زیبا کلام جلوش گرفته و نمیذاره این قدرت پیدا بکنه، یا صهیونیسم جلوش گرفته. بنده که معتقدم هیچ کی جلوش نگرفته. ذات نایافته است هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. برادر من تو هستی نداشتی که حالا اومدی یقه منو گرفتی، میگی تو جلوی منو گرفتی. انقلاب که شد 34 سال پیش، نظریه اقتصاد توحیدی مطرح بود. مرحوم شهید صدر، آقای ابوالحسن بنی صدر توریسیان و نظریه پرداز اقتصاد توحیدی، آقای تواناییان فرد، آقای کی. شما اگر برگردید به ادبیات دوران انقلاب میبینید این کتاب فروشی‌های جلوی دانشگاه پر از کتابی هستش که در مورد اقتصاد توحیدی، اقتصاد اسلامی. و بعد هم میگفتم برین کنار، ما میخواهیم اقتصاد اسلامی رو ایجاد بکنیم، تأسیس بکنیم.
میگفتیم مثل عربستان، میگفتن نه عربستان که نوکر آمریکاست. مثل عراق که صهیونیسته، اصلا صدام حسین که آدم نیست، صهیونیسته. خیلی خوب. مثل چیه؟ میگفتن این مثل همونی هستش که باید باشه. تا به الان تو این 1400 سال هم نمیذاشتن. یه مدتی بنی امیه نذاشت، یه مدتی بنی عباس نذاشت، یه مدتی شاهان خائن نذاشتن، یه مدتی فراماسون نذاشت، یه مدتی استعمار انگلستان نذاشت، یه مدتی رضا شاه نذاشت، یه مدتی آمریکا نذاشت. الان قدرت افتاده دستمون، انقلاب کردیم. حالا بهتون نشون میدیم به حول و قوه الهی. من چقدر سخنرانی از مرحوم شهید بهشتی بیارم در خصوص اقتصاد اسلامی و از دیگران. یه سال گذشت، 2 سال گذشت، 3 سال گذشت، 4 سال گذشت، 34 سال گذشته. یه سوال خیلی ساده، دانشجویان عزیز، من یه سوال ساده از شما میکنم. این کار شما باید بتونید به عنوان یک تحقیق بکنید. اگر شما آمار بگیری 22 بهمن 57 در سال 1357 که انقلاب شد، ما چند پرونده مفاسد اقتصادی داشتیم؟ چند ماه دیگه میشه 22 بهمن 1393. ما چند تا پرونده مفاسد اقتصادی داریم؟ عزیز من، از در دیوار مملکت داره مفاسد اقتصادی میریزه. لیبرالا نذاشتن، زیبا کلام نذاشت، فراماسونا نذاشتن. چی هستیم؟ ما فوت بکنیم ما پرت میشیم بیافتیم، ما کاری نیستیم، قدرتی نداریم. مفاسد اقتصادی ضرب در 1000 شده تو این 34 سال. شکاف طبقاتی، فقر ضرب در 1000 شده تو این 34 سال. یک کارگر، بابا اینو تحقیق بکنید دانشجو. مسلمون نیستین، بیدینین اگه این چیزایی که من میگم تحقیق نکنید. بابا یه تحقیق بکنید. یک کارگر در سال 57 با حقوقی که میگرفت چند کیلو گوشت میتونست بخره؟ الان بعد از 34 سال 35 سال یک کارگر ایران خودرو با حقوق ماهیانش چند کیلو گوشت میتونه بخره؟ چند نفرشون با حقوق ماهیانشون میتونستن اجارهشون رو بدن؟ بعد 35 سال چند تا کارگر، چند تا کارمند میتونن با حقوق ماهیانشون اجارهشون رو بدن؟ کلام آخر. تو این 200 سال که آدم اسمیت اومد اون نگاه اقتصادی رو داد به سرمایه‌داری، تو این 200 سال خیلی اومدن و گفتن که فاتحه سرمایه‌داری رو ما خواهیم خوند. استالین بود، مارکسیستا بودن، ماو تس‌تونگ بود، پل پوت بود، حافظ اسد بود، بشار اسد هست، کره شمالی هست، صدام حسین بود. همه اینها در یه مقاطع گفتن تموم شد، ما یه نظامی ایجاد کردیم ای مردم که مفاسد سرمایه‌داری رو نداره، خیلی هم از سرمایه‌داری بهتره و آخرینش هم نظام اقتصاد توحیدی مال جمهوری اسلامی. تمام اینها نظام‌هایی ایجاد کردن که 100 پله از سرمایه‌داری استثمارگرتر بود، فاصله طبقاتی توش بیشتر بود. شما بشین بگو نمیدونم سرمایه‌داری سقوط کرده، تیر چراغ برق باد زده کج شده. اینا یعنی چیه؟ مش کلیگویی دارید میکنید که ما رو به هیچ جا نمیرسونه.